سلام خوش اومدید به چنل ما. امشب قراره با هم بریم به ایکیا یا همون آیکیا خودمون. با ما همراه باشین که بریم ببینیم چه خبره. ما رسیدیم. قراره توی این ویدیو دیزاین های آماده شده آیکیا رو بهتون نشون بدیم. دیزاین هایی که طراحان آیکیا ایده سازی کردن برای آشپزخونه، اتاق خواب و اتاق کودک. همینطور فرنیش هایی که توی محل کار یا خونه میتونین ازش استفاده کنین. آیکیا توی سال 1943 توی سوئد تأسیس شده. آیکیا به دلیل قیمت پایین و کیفیت خوب فرنیش شناخته شده است. این شرکت اول میاد قیمت‌ها رو مشخص میکنه، بعد فرنیشش رو طراحی میکنه که همونطور که میدونین طراحی محصولاتش به سبک سوئدیه که ساده و شیک هستن. شما هر کدوم از این اجناس رو که بخواین خریداری کنین، از مبل گرفته تا میز ناهارخوری و کمد و کابینت، به صورت بسته‌بندی به شما تحویل میدن و شما خودتون اجناس رو تو خونه مونتاژ میکنین. شاید براتون جالب باشه که بدونین چرا آیکیا اجناس رو به صورت بسته‌بندی بهتون تحویل میده و مونتاژ وسایل رو به عهده خودتون میذاره. دلیلش اینه که اعتقاد داره که افراد برای کالاهایی که خودشون در ساخت اونا دخیل هستن ارزش بیشتری قائل میشن. حالا به نظرتون این ایده خوبه یا بد؟ شما دوست دارین خودتون تو ساخت وسیله هاتون نقشی داشته باشین یا نه؟ تو کامنت ها برامون بنویسین.
آیکیا توی 56 کشور دنیا فروشگاه رسمی داره و توی اندونزی 7 شعبه اصلی و چندین شعبه آنلاین توی شهرهای مختلف داره. یه چیز جالب دیگه در مورد این فروشگاه مرجوعی کالاهاست که شما به مدت 30 روز بعد از تاریخ خرید میتونین جنسی که خریدین رو پس بدین و یا عوضش کنین. این شاید برای بعضی از ما هیجان انگیز باشه. خبر خوب اینجاست که آیکیا از محیط زیست مراقبت میکنه. یکی از اقداماتش برای محیط زیست خرید 11,000 هکتار از جنگل‌های جورجیای آمریکاست که در معرض خطر فروخته شدن و پیوستن به توسعه شهری و نابودی قرار گرفته رو خرید تا از اون محافظت کنه. البته که این اولین بار نیست که این شرکت بزرگ سوئدی جنگل میخره. در واقع مالک بیش از 100,000 هکتار از جنگل‌های آمریکاست. دومین اقدامش برای محیط زیست استفاده از خودروهای برقی بوده که برای تحویل 100% سفارش‌های مشتریاش از خودروهای برقی استفاده کنه. سومین اقدام مهم آیکیا در راستای کمک به پایداری محیط زیست عرضه قطعات محصولاته. گاهی یه سرویس مبلمان فقط برای اینکه پایش شکسته شده کنار گذاشته میشه که این موضوع باعث هدر رفتن مواد و محصولات میشه و به انباشته شدن زباله‌های غیر قابل بازیافت کمک میکنه. اما آیکیا برای توقف این روند مخرب محیط زیست اقدام به عرضه قطعاتی مثل پایه میز، دسته صندلی کرده تا مصرف کننده ها بتونن فقط با جایگزین کردن قطعه از محصولات آیکیا استفاده کنن.
چهارمین اقدام این شرکت سوئدی استفاده از چوب‌های بازیافتیه که در سال گذشته موفق شده تو 98% از محصولاتش از چوب‌هایی استفاده کنه که مورد تایید سازمان جنگلبانی بودن. آیکیا جدا از اون که جایی عالی برای خرید وسایل خونه است، رستوران خوب و معروفی هم هست. فروشگاه‌های آیکیا به علت بزرگ بودنشون باعث میشن مردم زمان زیادی رو توی اونها بگذرونن. این شرکت بزرگ تو سال 1960 متوجه شد افراد زیادی از فروشگاه بازدید میکنن، اما به دلیل گرسنگی اونجا رو ترک میکنن. برای همین تصمیم گرفت رستورانی تو یکی از فروشگاه‌های آیکیا افتتاح کنه که این اتفاق بازخورد خوبی بین مشتریان آیکیا داشت. توی نظرسنجی بعضیا گفتن که قصد خرید وسیله از آیکیا رو ندارن و فقط برای غذا خوردن به آیکیا سر میزنن که خود من گاهن جز این دسته آخر هستم. مرسی از اینکه تا اینجای ویدیو همراه ما بودین. برامون بنویسین که دوست دارین چه جاهایی از اندونزی رو ببینین یا بیشتر باهاش آشنا بشین. مراقب خودتون باشین تا ولاگ بعدی. خدافظ.